فیلمی که به ظاهر نمیپردازد، فیلمی که شیفته شکل نیست و نمیخواهد تنقل باشد. جهنم زیر پای من، اثری پرماجرا و بی‌نظیر که تمام مجلات و روزنامه‌های کشور آن را ستودند و تحسین کردند. برو خونت بگیر بخواب جوان، الان زهر تو خونه داره شلوغ میکنه. و این طرح کلی داستان است، داستان مردانی که در پی خواستهای متفاوت در برابر یکدیگر نیستند. من اونو میکشم، باز رو پام بیفته جلو همه. دو نام فراموش نشدنی برای موفقیت فیلم کافی است. اکبر هاشمی که هنر بازیگریش همیشه و همه جا مورد ستایش و تأیید مردم بوده است. این دنیا مثل لنگ همون میمونه، هر دقیقه به کمر یکی وقت است. جهنم زیر پای من، نمایشگر چهره عریان دو گروه مخالف، آنان که برای مال و ثروت از هیچ جنایت روی نمیگردانند. سرکوب دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. محمود چیزی فهمیدی؟ نه ما هم نفهمیدی. رانندگان جهنم، فیلمی پرحرکت، پرماجرا، پر جنب و جوش. مردان خشن، مردانی که قلب خویش را از کینه انباشتند و معبر خطرناک نفرت را تا به پایان طی کردند. مردان خشن. جهنم زیر پای من، بزرگترین و پرخرجترین فیلم فارسی، پرماجراترین و هیجان انگیزترین فیلم سال، ماجرای عائله‌ای که با شرکت زبده‌ترین مأموران انتظامی کشور سرکوب گردید. مردن از این جور زندگی بهتره. فیلمی همتراز با هر شاهکار سینمایی. رانندگان جهنم.